اینکه شما کدوم فرم تکس رو انتخاب کنید، 2 تا 3 تا آپشن دارین، اون با شماست، ولی میتونید یعنی باید تکس فایل کنید و اینکه حتی هزینه هایی رو که در این رابطه انجام میدین، اما از خرید محصولی که برای خودتون خریدین استفاده کردین. اگر سفری میرین، کنفرانسی میرین، هتلی میگیرید به خاطرش، برای اینکه آموزش بیشتری ببینین، برای اینکه با آدم‌های مثل تو کنفرانس با آدم‌های مثل راب دایل یا جی شریف بتونید تو کنفرانسشون شرکت کنید و باهاشون عکس بگیرید چندین بار و تمام اینها، شما میتونید اون هزینه ها رو برای بیزنستون، هزینه بیزنستون توی تکس بیارید. اینکه من شروع کردم از منتورم صحبت کردن به خاطر اینکه همونطور که گفتم هستم و میبینم سوشال مدیا، میدونین ما یه خاصه‌ای داریم، تا یه چیزی رو میبینیم فکر میکنیم که دیگه همه چیز رو در مورد اون میدونیم، از همه بهتر میدونیم و همه اینجا هستن که ما رو گول بزنن، همه اینجا هستن که کلاه ما رو بردارن. متاسفانه این یک پیشفرضیه که ما در حال فرهنگمون یا جامعهمون، از جمله خود من، بزرگ شدیم. میخواین انکارش کنید، انتخاب شماست، ولی من مطمئنم که 99% از ماها همینطور فکر میکنیم. ولی اون کسی که میخواد جرأت اینو داره، اگر شما جرأت اینو داشتین که بدون تکیه کردن به کسی مهاجرت کنید، پس اینو آزمایش میکنید. یعنی نهایتش اینه که شما میخواید $149 بدین، وارد ترایل بشین، دوست داشتی دوست داشتی، دوست نداشتی اصلا بیزنس تو شروع نمیکنید. اگر شما $149 که بخوای بری یه بار به خودت احترام بذاری، یک رستوران خوب بری، غذای خوب بخوری و یه سرویس خوب تحویل بگیری رو نمیخوای برای آشنایی با بیزینسی که هزاران نفر ازش نتیجه گرفتن و دارن شهادت میدن، نه فقط ایرانی، از ملیت‌های مختلف که باهاش درآمدهای میلیونی دارن، نمیخوای آزمایش کنی، خب اصلا هیچ مشکلی نیستش. منتها من دلیلم تعارف نداریم، با وجود 2 تا فوق لیسانس من رشته حقوق رو در امریکا مجدد خوندم، در حالی که بزرگ شده ایران بودم. یعنی 20 سال توی ایران درس خوندم و تحصیل کردم. همه کسانی که اینجا درس میخونن راه سختی رو در پیش میگیرن، اما رشته حقوق شما باید کیس استادی های انگلیسی رو